این اتفاق مال همین 4 روز پیشه. داشتیم با خانوادم تو حیاط پشتی ناهار میخوردیم. خونمون خیلی بزرگه، چون ما با مامان و بابا بزرگم، خاله هام، دایی هام و بچه هاشون همه توی خونه زندگی میکنیم. هوا داشت آفتابی تر میشد و نمیخواستم پوستم تیره بشه. داشتم میرفتم سمت در ساختمون تا یه لباس آستین بلند و کلاه از اتاقم بردارم. ناگهان دختر خاله 8 سالم دستمو گرفت و پرسید میشه منم باهات بیام؟ میخوام گوشی مامانمو از تو حال بردارم. گفتم باشه. 5 دقیقه بعد لباسامو عوض کردم و منتظر دختر خالم بودم که یهو صداشو از تو حیاط پشتی شنیدم. گفتم شاید نخواسته منتظر من بمونه. خواستم برم تو حیاط که از پشت سرم یه صدایی شنیدم. عزیزم، فکر نمی کنی با این چیزی که پوشیدی گرمت بشه و عرق کنی؟ سرمو چرخوندم و دیدم مامانمه. نه اشکال نداره، نمیخوام آفتاب سوخته بشم. بعد متوجه یه چیزی شدم. لباسهاش فرق کرده بود. مامانم قبلش یه تیشرت و شلوار پوشیده بود، ولی حالا یه لباس سفید ساده تنش بود. ازش پرسیدم مامان چرا لباستو عوض کردی؟ جوابمو نداد. فقط برگشت و رفت سمت پله ها. یکم برام عجیب بود. رفتم سمت پنجره تا یه نگاه به حیاط بندازم. دلم ریخت پایین. دیدم مامانم بیرون نشسته. اگه مامانم اون بیرونه، پس اون زنی که الان پیشم بود کیه؟ یعنی همزادش بوده؟ 1000 تا فکر اومد تو سرم تا اینکه مامان دیگم گفت با من بیا بهت نشون بدم که چجوری درست لباس بپوشی. بعد لبخند ترسناکی رو صورتش نشست. اونجا بود که فهمیدم اون مامان واقعیم نیست، چون گونه‌اش چال نشد. مامان من هر وقت میخنده گونه‌هاش چال میشه. عادی رفتار کردم تا یه وقت شک نکنه، ولی راستش داشتم از ترس میمردم. هرچند میدونستم چجوری باید از دست این زن فرار کنم. بعضیا میگن اگه روح‌های بد و نفرین کنی از اونجا میرن. یه باور فیلیپینیه. منم سرش داد زدم خفه شو زن، مزاحمم نشو، به تو ربطی نداره من چی بپوشم. بعد با جو رفتم سمت حیاط. دیگه نتونستم وانمود کنم و از ترس شروع کردم به گریه. خودمم نمیدونم چجوری تونستم یه جنو ببینم و اینقدر شجاع باشم. دویدم پیش مامانم و بغلش کردم. خانوادم هی میپرسیدن چی شده و بعد هر چیزی که اتفاق افتاده بود و توضیح دادم. بعد از اون روز همه چیز به حالت نرمال برگشت. دیگه اتفاق عجیبی نیفتاد. شاید تکنیک نفرینه واقعا جواب داده. ولی میخوام یه نصیحتی بهتون کنم. اگه یه چیزی دیدید که ترسوندتون، کاملا خونسرد رفتار کنید و سعی کنید شجاع باشید یا حتی نفرینش کنید. شاید جواب داد.